رب العالمین که چی نفری خوبی را مقصد خداوند برای من لایق دید. بعد میگه پرسیدش زن داری؟ گفت برادر عزیز، گفت من یه آدمی هستم که این همی فقط معاش از تو میگرفتگی را، من نه خانه دارم، من نه شرایط دارم که من زن بگیرم. گفت خواهیشت زنگیری ده هست؟ گفت حضرت یک چیزی را میپرسی که انا هر یک آدمی با فهم و با عقل اگر باشد کی را زن نمیفارد؟ گفت خواهش دارم لیکن دست اینا رسا دارم. میگه باغبان گفت که برای تو انسانی که اینقدر انصاف داری، اینقدر ایمان داری، تو مسلمان حقانی که هستی، من اگرچه یک آدمی دولت دارم لیکن دختر ماما در نکاح تو میدارم. در حجامه برادر عزیز پیامبر میگه هم شفا هست هم برکت است. دیگر و تزید فی العقل و فی الحفظ، گفت همین حجامه هم عقل زیاد میکنه هم حفظ آدم. حفظ مقصد چقدر آدم سرذهن میشود اگر به شرطی که حجامه کنه، همچنان نور چشمش میگه روشن میشود. یعنی پیش هر یک ملائکه که پیغمبرمون میگذشت امرش میکرد که امتو تا بگو که حجامه کنن. من از آن جمله برادر عزیز خود ما مثال میارم. یک زمانی همین حقیقتا همین سردرد سیار حال منابت کردگی بود، تا جایی میشید که همین زمستان ها دا برف میگرفتیم در بالای سرمون میموندیم. الحمدلله رب العالمین ای زمانی که همین حجامه را خب بگیم متخصصاش پیدا شدن و خواندیم در حدیثا، نزدشون رفتیم حجامه کردیم، شکر خدای مهربان که از همون دردها دور موندیم. یا پایه هایی که درد میکند همون موضع را نشان میتی، همون مردک از همون جا حجامه میکنه همون دردهاتون دور میشه. اکو مردم ما که در اطراف حجامه معلومات نداریم یا اینکه این چیزی نوای، این اصلا در دولت های پاکستان و در دولت های مثال ایران و در افغانستان و در عربستان اینها دا از پیش گویم که اینا آگاهی داشتن، این مردم به همین چیز که سر کار داشت. این در تاجیکستان ما چیزی نوای، دولت دارم لیکن دختر ماما در نکاح تو میدارم. نکاح کرد میگه دخترش دادش. از همون دختری همین مردک باغبان انامین عبدالله پیدا شد. یک عبدالله که برادر عزیز این عبدالله با شاگردای حضرت امام ابو حنیفه بود، یعنی صاحب مذهب خود ما، ولی در عالم مشهور حضرت عبدالله ابن مبارک. تصور کنید که اینها پدرشان استاد امام بخاری است، خودشان استاد امام بخاری است. از رحم و دیانت و پاکی مبارک ببین چی فرزنده آمدن. اولیه که ای سبب های انامین فرزندهایی که امروز در ما و شما که همیشه پیوسته ما و شما را آزار میتن، ناراحت میکنن، هیچگاه روزی خوش نداریم، انامین ای حساب انامین خصلت ها و ای حساب انامین لقمه های شبه آورمون هست. برای این دادر عزیز هیچگاه شما با او مردم بسیار معامله خوب کنید، با او مردم بسیار حرمتشون کنید، بسیار حرمتشون کنید. دیدین سلامشون تیه، با همون لفظ خودش سلامش بته. اول پرسیش که در همسایگی ها تان باشد بسیاری تاجیکای ما خانداراش دستاتان میرسه، اون مردم بسیارش کمبغلن، دستگیریشون کنید. خواب پولی باشه، خواه یگان موادای خوراکه باشه، شما در ملک همونایی، در وطن همونایی. گفتی همین تاجیکای ما در نان یوا شما شریک شدگی
برای همین حرمت کنین. انشاءالله حرمت شما با محبت بین همین دو ملت زیاد میکنه. خب سوال دیگر، وقتی به مردم غیر مسلمان ضرر میرسانیم روز قیامت حق دعوا کردن دارن یا نه؟ یعنی مردم غیر مسلمان وقتی ما ضرر میتیم البته حق دعوا دارن. یعنی خدای مهربان از ثواب ما کم میکنه، از اجرهای ما کم میکنه برای آن که ما مردم غیر مسلمان. یکی از پیشرفت کردن در اسلام هم با غیر مسلمان مناسبت خوب داشتن. تو برای آنه که مردم غیر مسلمان اسلامی را قبول کنند تو باید با او آزار نتی، باید حرمت کنی، به قدرش برسی. ولی بعضی ابله‌ها و بعضی احمق‌ها با فتوا برآوردگی هستند که اونا مسلمان نیستند، مالی او را بزنین، مالی او را بخورین، خودشونا بکشین. کسی این گپا را میگه برادرای عزیز، یکمش اینها قبول نیست، دویمش که هیچگاه این سفسطه ها را قبول نداشته باشین. شما کسی را هم کشتین هم در خون او شما البته جوابگرین. و حال همه مردم ببینید که حال همه مردم تباه میکنین با این خصلت ها و با این رفتارات ها. خب دیگر سوال، زادروز را در اسلام قید کردن چی حکم دارد؟ اگه در اسلام زادروز قید کردن نیست برادر عزیز. یعنی من روزی که تولد شدم همون روز قید کنم، از نگاه دین این با دین بگیم یگان ارتباط نداره. ولی فقط اینو در عادتهای امروزه، در عرفهای امروزه هست که روزی تولد یا خود ما یا از خانم ما یا ای فرزندان ما قید میکنم، ولی با دین ارتباط نداره. ایرا در دین نسبت نتین. اسلام هیچگاه ما و شما را برای قید کردن زادروز یگان امر سپارش دادگی نیست. دیگر، دزدی در اسلام چی حکم دارد؟ خواهش میکنم با حدیث ها پرتر فهمونید. شما سوره مائده را بینین، و سارق و سارقت فقطعوا ایدیهما، یعنی سوره مائده آیت 38 را بینین برادرای عزیز. یعنی دزدی خیلی عمل زشته، خیلی عملی بده. از همین لحاظ هست که دزد در شریعت در سوره مائده آیت 38 یعنی حکمش بریدن دست شبیه. اکو حکم خداوندی را بین که وقتی یک یا دو یا 10 دزد را دستش میبرند در نزد عامه مردم، یک جامعه کلان از خطر اینها در امان میمانند. برای همین جزای بسیار واضبین معین شدگی است که یکمش آدم بگیم از همه عضوی که برای او بسیار مهم و درکار دست شد. برای همین برادرای عزیز این خیلی گناه وزنی هست که خداوند حکم مثال با بریدن دستی وی میکنه. و البته دزد در حدیث ها وقتی من خواندم لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیامبرمون میگه وقتی که آدمی که زنا میکند با وی گمان میکند که وی مؤمن است، یا آدمی که هرگاهی که دزدی میکنه او گمانش همینه که وی مؤمن است، یعنی میگه این گمان نکن. زمانی که تو دست به دزدی میزنی، دست به مال یک آدم بیگانه میزنی یا خودی میزنی، تو در او زمان مؤمن نیستی، تو در او زمان یعنی مسلمان نیستی.
برای این هم بسیار یک خصلتی بده، بسیار یک خصلتی رذیله. بسیاری از زندگی ها برادر عزیز امروز من میبینم بسیارش میگن که وقتی زن ما نمیاریم خانه، یعنی تهمت نه، اگر بعضیاش تهمت هم کنن ممکنه، ولی بعضی هاش بگیم با فکت و با حجت ها معین میکنن که خانه میاد مقصد دست به دزدی میزنن. حتی به سبب بعضی زندگی ویران شدناشون حساب دزدی ها شده، از همون خانه بعضی اشیاء خانه را میدزدن. برای این خلاص دزدی بسیار یک عملی زشتی هست که حتی حکمش با آیت و با حدیث ما و شما درک کردیم. دیگر سوال، در محبس خیر کنی جایز است یا نه؟ گفتن که اگر در زندان ها خیر کنیم اجازت است، البته اجازت است. خیر برای مثال صدقه را ما گفتیم همین زکات نباشه، صدقه فطر نباشه، دیگر هر صدقه که دارین خواه مسلمانای خواه غیر مسلمانای بتینش پیش خداوند ثواب میگیری. برای همین در محبس هم برادرای عزیز همون هم برادرای ما و شما خیلی بعضی خطا کردن، کمبود کردن، مثال همون جزاشون باید بگیرن، ولی انشالله خدا امیده که بسیارش میبرایم با ببین چقدر در اونا بهبودی ها هم هست. برای همین ماها در همون محبس ها هم که اگر برده خیر هم که کنیم انشالله ثواب میگیریم.